تصور کنید که پیشرفته ترین تمدن جهان نه در خشکی بلکه در اعماق اقیانوس به وجود اومده باشه. امروز می‌خوایم با هم یه سناریوی خیالی رو بررسی کنیم اگه موجودات هوشمند به جای زمین در آب تکامل پیدا می‌کردن. چه شکلی بودن؟ فقط یه فکر بکر با من همراه باشید. ما همیشه به آسمون نگاه می‌کنیم و به دنبال هوش فرازمینی می‌گردیم. اما چی می‌شد اگه این هوش همینجا روی زمین بود، اما در جایی که هرگز به دنبالش نبودیم؟ در مطلق اعماق اقیانوس، این یه داستان تخیلیه، نه یه نظریه علمی. پس بیایید فقط برای چند دقیقه تصور کنیم. این موجودات هوشمند، بیایید اسمشون رو بذاریم آبزیان، چطوری بودن؟ احتمالاً بدنهایی داشتن برای شنا کردن سریع. پوستشون شاید نورانی بود تا توی تاریکی با هم ارتباط برقرار کنن. به جای دست، باله‌های ظریفی داشتن که با اون ابزاره پیچیده می‌ساختن. شهرشون رو نه از بتون و فولاد، بلکه از مرجان و مواد معدنی کف اقیانوس می‌ساختن. تصور کنید ایستگاه‌هایی برای اهلی کردن والها برای حمل یا مزارع عظیم جلبک‌های دریایی برای تأمین غذا. فناوری اونا هم کاملا متفاوت بود. شاید به جای رادیو از امواج صوتی استفاده می‌کردن. یه جورایی سونارنت به عنوان اینترنت. هنر اونا احتمالاً بر اساس نور و حرکت بود، رقصای پیچیده‌ای که داستانا رو روایت می‌کرد. و احتمالاً اسرار اونا همون دنیای بالا بود، دنیای خشکی که برای اونا به اندازه مرموز و ترسناک بود که فضا برای ما. اما چرا این سناریو رو بررسی کنیم؟ چون به ما کمک میکنه تا دنیای خودمون رو بهتر ببینیم و به این فکر کنیم که هوش میتونه چه شکلی دیگه‌ای داشته باشه. آره، نوبت شماست. به نظر شما جالب ترین بخش این دنیای خیالی چیه؟ و اگه میتونستید یه روز رو به عنوان یه آبزید زندگی کنید، دوست داشتید چه کاری انجام بدید؟ نظراتتون رو برای من بنویسید. این شواهدی از تمدن‌های باستانی آبزیان پیدا شده که هزاران سال قبل از ما منقرض شدن. آیا اونا هم همون اشتباهات ما رو تکرار کردن؟ این سوال بزرگیه که ذهن دانشمندان ما رو به خودش مشغول کرده. حتی در اعماق اقیانوس هم نیاز به غذا وجود داره. شکار یکی از مراسم‌های مهم ماست. اما برخلاف انسان‌های خشکی، ما فقط به اندازه‌ای شکار می‌کنیم که نیاز جامعه برطرف بشه. ما یاد گرفتیم که با طبیعت هماهنگ زندگی کنیم. مرگ برای ما به معنی بازگشت به چرخه انرژیه. وقتی کسی میمیره، جسدش رو به گله‌های عروس دریایی نورانی می‌سپاریم تا انرژیش به اکوسیستم برگرده. این مراسم هم غمگین هم زیبا. تکنولوژی ما بر پایه زیست تقلیدیه. به جای ماشین آلات از موجودات زنده استفاده می‌کنیم. این ماهی‌های نورانی منبع انرژی شهرهای ما هستند. ما یاد گرفتیم که با طبیعت همکاری کنیم، نه بر ضد اون. به کودکانمون درباره دنیای بالا آموزش میدیم. درباره موجودات عجیبی که روی خشکی زندگی میکنن و چطور سیاره رو نابود کردن. این درسا به عنوان هشدار تا ما اشتباهات اونا رو تکرار نکنیم. اما حتی در اعماق هم از دست انسانهای خشکی در امان نیستیم. اسیدی شدن آبها و گرمایش جهانی اکوسیستم ما رو نابود میکنه. این کنایه تراژیکه. اونا نمیدونن که ما هم قربانی اقداماتشون هستیم. گاهی وسایل عجیبی از دنیای بالا به اعماق میافتند، مثل این زیردریایی اتمی. برای ما این وسایل هم ترسناک هستند، هم جذاب. اینها یادآوری دائمی از تهدیدی هستند که در بالا کمین کرده. شهرهای ما با شبکه‌ای از ریشه‌های نورانی به هم وصل هستند. این شبکه هم منبع انرژی، هم سیستم ارتباطی. ما میتونیم از طریق اون احساسات و ایده ها رو به اشتراک بذاریم، چیزی شبیه به اینترنت شما اما زنده و ارگانیک. بعضی از ما فکر میکنن باید با انسانهای خشکی تماس برقرار کنیم. بعضی میترسیم. آیا اونها ما رو خواهند پذیرفت؟ یا ما رو به عنوان یک تهدید نابود خواهند کرد؟